الهی به توکل نام عظمت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یارم، وقتتون بخیر. به وقتا پیش خودتون فکر کرده باشین فلکسیبل آیر هوزا رو چجوری میسازن؟ اینها از یک سری قطعات پلاستیکی ساخته شدن و در صنعت خودرو خیلی کاربرد دارن. یک انحنا هم تو کار داشته باشم. برای به دست آوردن انحنا و اون میزان فلکسیبلشون میتونیم امروز از این آیکونی که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد استفاده کنیم. بریم با هم امروز آیکون پرکاربرد سرفیس رو یاد بگیریم. از محیط پرکاربرد شیپ دیزاین با من همراه باشید. وارد شیپ دیزاین میشم. شروع میکنم به ایجاد کردن یک موضوع. موضوع دیگری رو ایجاد میکنم. موضوعی رو ایجاد کردم و الان باید از روی اون تعداد بگیرم. پس میام این موضوع رو انتخاب میکنم با دستور ترنسلیت. فاصله رو از اینجا قرار میدم. مقدارم رو 40 عدد میزنم. با خود موضوع میشه 40 تا. با انتخاب دستور سویپ من میام این موضوع رو ادامه میدم. سویپ رو انتخاب میکنم، ابتدا این قسمت، سپس این قسمت رو انتخاب میکنم و با زدن دستور پرویو ببینید به همچین موضوعی میرسیم. خب اوکی تا اینجا. من اینجا رو اوکی میزنم. یه قسمت این پایین داریم که موضوع ابتدایی ما بود و بر اساس اون شروع کردیم. من این قسمت رو انتخاب میکنم و میام با دستور دوباره با دستور اکسترود میام مقداری رو برای اون وارد میکنم. چون رفته به سمت داخل ریورس رو میزنم، مقدارش رو 40 در نظر میگیرم. همین کارو برای این قسمت انجام بدم. ولی چون این قسمت وجود نداره من باید یک حتما باندری ایجاد کنم و برای این موضوع باید این کارو انجام بدم. پس من باندری رو انتخاب میکنم، این قسمت رو انتخاب اوکی و ببینید که ظاهر شد. این قسمت رو انتخاب اکسترود به میزان 40 و میتونه حالا بیشترش هم 60 این قسمت در نظر میگیرم. اوکی رو میزنم. خب و برای این موضوع نقطه طراحی رو باز میکنم. اسکچ 1 اسکچ 2 هاید باندری که اینجا وجود داره هاید میکنم و میبینید که دیگه موضوعی نمی باید اینجا حتما این سه موضوع رو با هم دیگه جوینت کنم. پس بیام اینا رو جوینت کنم. انتخاب موضوع 1 موضوع 2 و موضوع 3 و پرویو و سپس اوکی. حالا موضوع من میخوام این لبه رو اینجا رو که پخ هم داشته باشم و بیام از دستور پخ استفاده میکنم و برای زدن پخ رو انتخاب میکنم. اون قسمت رو انتخاب میکنم و همینطور قسمت بالا میزانش هم 5 میلیمتر در نظر گرفته که من اینو به 3 تغییر میدم. یه فرویو میزنم. اوکی خوبه. همونجا که میبینید اینجا ظاهر شد.
من میام این دفعه ای که وای و زد رو انتخاب میکنم، وارد محیط اسکچر میشم. یک خط اینجا ایجاد میکنم با دستور لاین، یک خط از ابتدا به انتها است. باز از این قسمت خروج میکنم، دستور رو فعال میکنم، میزانی رو براش در نظر میگیرم، 110 رو براش انتخاب میکنم، میرور اکستند از دو طرف و اوکی. این لاین رو هم هاید میکنم، این لاین رو هم هاید میکنیم، اکسترود انتخاب، یک رنگ رو براش در نظر. وای زد رو مجددا انتخاب، وارد محیط اسکچر. از محیط خارج میشم، رو اکسترود، میرور اکستند از دو طرف، موضوع انتخاب، رنگ دیگه و همونطور که میبینید با یک فلکسیبل آیر هوز رو طراحی کرد. اما این به صورت صاف عمود قرار داره، ولی ما اگه بخوایم انعطاف پذیر بسازیم، اینجا یه دستوری وجود داره تحت نام سورفیس رو انتخاب میکنم. ابتدا به ساکن موضوع رو انتخاب میکنم، صفحه‌ای که به صورت ساده رو اون قرار داره و در قسمت بعدی صفحه‌ای رو که باید شکل. من یه پرویو بزنم خدمتتون ببینید موضوع به این شکل در اومد. اما اگر اومدم رو حالت نرمال قرارش دادم، نحوه صحیح اون به دست میاد. توی قسمت قبلی این امکان وجود نداشت. نگاه کنید، دو قسمت بالا رو ثابت گرفته ولی اومده اوجاج کرد. ولی قسمت نرمال شما راحت بر اساس این صفحه شکل میگیرید و به راحتی میتونید ازش استفاده. من یه اوکی بزنم، همونجوری که میبینید موضوع ما به راحتی ظاهر شده. تبدیل این قسمت به این قسمت ما میتونیم به اون موضوعی که میخوایم برسیم و قسمت های اضافه را هم برمیدارم، هاید میکنم و همین قسمت میمونه. این قسمت رو به محیط پارت دیزاین منتقل میکنم. استارت مکانیکال دیزاین، محیط پارت دیزاین و اینجا یک گزینه ای داریم تحت نام قبلا هم گفتیم تیکنس سورفیس. من تیکنس سورفیس رو فعال میکنم. روی موضوع خودم هم موضوع رو انتخاب، میزان رو در نظر میگیریم برای اون، حالا یا به سمت داخل یا به سمت بیرون و میزان اوکی رو براش در نظر میگیریم و با دستور زدن اوکی فعال میشه. و همونجور که میبینید این قسمت ظاهر شد با انتخاب یک رنگ مناسب به اون قسمتی که خواستیم. فشاری که بهش وارد شده از یه جاهای حالته. با این دستور میتونید هر نوع فلکسیبلی که میخواین ایجاد کنید و ازش استفاده کنید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. لایک کن بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.